سلام 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 به شما عزیزان، حالتون چطوره؟ از یه صبح زمستانی آخر سال 403 باهاتون صحبت میکنم. اولین ویدیویی هست که میگیرم و میذارم یوتیوب. با خودم قرار گذاشتم که از دغدغه هام، از روزمرگی هام، از حال و هوام صحبت بکنم. حداقلش اینه که به اشتراک بذارم این حال و هوامو و هممون با همدیگه یک دل بشیم و بدونیم که در اصل هممون توی یک وضعیت‌های خیلی میشه گفت یکسان با یکدیگه شاید داریم زندگی میکنیم. الان توی شرایط بسیار بسیار بد از نظر مالی زندگی میکنم. عاشق یه دختری هستم که سالها منتظرش بودم و او الان آمده است و چه خوش آمده است. به هم ریختم یه موقعهایی، امیدم رو یه موقعهایی از دست میدم، ولی دوباره برمیگردم. چون وقتی میخوابم و بلند میشم و نفس میکشم میفهمم که پس حتما یه کاری دارم که زنده موندم. اگر کاری تو این دنیا نداشتم حتما دیگه بلند نمیشدم از خواب. خیلی حال غریبی دارم، خیلی خیلی زیاد. عشقم دیشب با مادرش صحبت کرده بعد از 3 ماهی که ما با همدیگه رفاقت کردیم و رفتیم و اومدیم. صحبت کرده و قرار بر این هستش که من مادر ایشون رو ببینم و با هم گپ بزنیم. خیلی حس عجیبی داره، پر از استرس، پر از میدونی یه سری اتفاقاتی که تو درونت میفته که شاید شما هم باهاش مواجه شدید و حتما باهاش مواجه شدید. یه تمرینه، یک آزمونه برای من توی زندگی که حالا بعدها شاید یه بخشیشو براتون بگم. من همیشه در حال بزرگ شدنم، در حال یاد گرفتنم، در حال اینم که چجوری این همه موانع، این همه اتفاقات رو پشت سر بذارم. نمیدونم، میگن زندگی پر از چالشه، ولی من دنبال اینم که زندگی برای من پر از آرامش باشه، پر از حال خوب و شادی باشه. تو سن 43 سالگی با کلی تجربه های عجیب و غریب توی زندگیم الان دارم با شما صحبت میکنم و از این که با شما دارم صحبت میکنم حالم خیلی خوبه. چون میبینم که یه سری آدم هستن که شاید مثل خود من دچار این همه آشفتگی و حال بدن و حرف منو میشنون و به همدیگه کمک میکنیم که حالمون بهتر بشه. میخوام گپ بیشتر بزنم باهاتون و با هم بیشتر صحبت بکنیم و از حال همدیگه با هم بیشتر خبردار بشیم، بدون هیچ گونه ادبیات خاصی یا مثلا بخوام جلوی توپقامو بگیرم. ویدیوامو ضبط میکنم و براتون توی یوتیوب میذارم، چون دوست دارم همینی که الان اتفاق میفته رو ببینید شما. روز عجیبیه امروز، 19 اسفند 1400. دیدی توپق زدم. به خاطر این حال عجیبمه.
روز عجیبیه، روز دوست داشتنیه، با تمام چالش هایی که پیش روی من هست. 19 اسفند 1403 روز تولد دوباره